آره به خدا. من مثلا ایران که این همه برق داره چرا ماشین، نه که این همه برق داره، این همه آفتاب داره، چرا برق تولید نمیکنن؟ بعضی این ماشینای برقی بیارن که اصلا یهو کون فیکون بشن، بعد نفتشون رو بتونن بیشتر بفروشن، بیشتر پول در بیارن. کلا دیگه نمیدونم واقعا. من میگم من اصلا یه آدمیم که بدم نشستم اونجا میخوام همه پولای ایران رو بدزدم. خب دیگه از این دیگه بدتر نداریم دیگه، مطمئنا مسئولین از این به این بدی من نیستن. من میگم چرا یارو نمیاد بگه خب آقا بیا 5 سال پولی که داریم از نفت میاریم و انقدرشو میدیم، این صحرایی که افتادن بی دلیلو میزنیم، بعد یه سری آدمم که اینجا هستن کارمند میشن، 2 تا شهر هم میسازیم بغلشون که اینا رو برن تمیز کنن و تکه کنن و برق تولید کنیم، برقو میندازیم تو شهر، از اون ور ماشین برقی رو زیاد میکنیم، مصرف برق میاد پایین، کیفیت هوا میره بالا، پس من که صبح میام برم سر کار که پول بدزدم هوای بهتر تنفس میکنم، بنزین کمتر باید بخرم چون اینا که پالایشگاه نداره، نفت میفروشیم بنزین میخریم، پس بنزین باید کمتر بخرم، پس پول کمتر خرج میکنم دیگه، اون نفتی هم که میفروشم بیشتر پولش دستم میمونه چون نمیخواد پسش بگیرم، پس همه جوره میبرم. این اتفاق چرا نمیفته؟ اون کسی که داره میخواد بدزده بعد خودشو قوی کنه به هیچ چیزی هم که نمیکنه، این موضوع رو قوی میکنه. چرا نمیکنه؟ با چین هم که داشتین چرا نمیان سولار پنل بزنن؟ چین هم که ارزونه. مثلا تو آمریکا بخوای سولار پنل وارد کنی 300% باید چیز بدی، گمرک بدی. باید هرچی هم داریم تو ایران کویر، چقدر هم کویر داریم واقعا. این همه جا هست. بعد چین اومده یه کاری کرده، اومده روی از آبا پلتفرم میسازه، سولار پنل میذاره، بعد 2 تا اتفاق میفته. به خاطر اینکه رو حواس و آب خنک میشه که خیلی تاثیر داره تو سولار پنل و تولید انرژیش. دومین چیز، نور به آب نمیخوره، آبا بخار نمیشن. یعنی کاری که میکنه آب دریاچه‌هاشو نگه داره، بیشتر میداره، از اون ور داره انرژی بیشتر میگیره، از اون ور هیچ زمینی رو از بین نبرده که سولار پنل بزنه روش. یعنی اگه اونجا بخواد یه برج بسازه هنوز میتونه بسازه. بعد میگم خب اوکی 20 سال پیش اتفاقات تو چین نمیافتاد، بعد الان داره میفته. خب یعنی آدما دارن فکر خودشو بهتر کنن. تو ایران چرا نمیشه این چیزا؟ شما که مثلا دکتری تو بیمارستان، الان قرعه چیه به بیمارستان؟ به بیمارستان؟ آره قرعه زیاده. حالا یه سوال، مثلا قرعه شماره 1 اینه که به آمبولانس کم داریم، چی کار میشه راجبش کرد؟ میری به رئیست میگه دیگه میدونی که تموم میشه، یا میگه نه حتما میرم با غلام صحبت میکنم، بعد میاد به تو میگه غلام گفتش که الان بودجه نداریم سال دیگه 2 تا ماشین برات میخرم. اینو یه توضیح واسه من میدی؟ مشکلات خیلی زیاده. حالا ماها به عنوان پزشک عمومی دوره اینترنی دانشجوییمون بیشتر تو بیمارستان بودیم، شاید خیلی با مشکلات اصلی بیمارستان هم آشنا نباشیم. من خب چون دوستایی دارم که رزیدنت هستن و دارم مثلا دوره تخصصی میگذرونن، ببین از انواع حالا وسایل و تجهیزات پزشکی، وسایل و تجهیزات اتاق عمل، نمیدونم خیلی چیزا هست. مثلا تو اتاق عمل که خیلی مهمه تو بیمارستان‌های دولتی، چون مثلا اکثر تصادفی‌ها همه تروما رو میارن مثلا اونجا، مثلا همه ارتوپدیا رو میارن اونجا، بعد مثلا دریلشون مثلا خرابه، مثلا میخوان یارو مثلا تو دست یارو پین بزنن فلان بزنن، خیلی مشکلات هست. اتاق کمه برای جراحی، وسایلشون مثلا خیلی اوقات کهنه است، قدیمیه. آمبولانس ها حالا اینجوری به این حالت هم مثلا. خب نه مثلا با ایراد کاری ندارم، راه حل رو کی داره روش کار میکنه؟ کسی هست که مثلا مسئوله؟ کسی هست که مثلا بیاد بگه آقا من میدونم تیغمون الان ایراد داره باید دریلمون رو عوض کنیم؟ یا اینکه نه دیگه میگن اینه که هست دیگه، کشورمون اینجوری شده. این مسائل که میدونن هست وجود داره و معمولا خب میگم مثلا بودجه نداریم یا فعلا درخواست دادیم گفتیم فلان کردیم قراره برطرف بشه و از این چیزای مدلی دیگه. هیچ وقت برطرف میشه؟ خیلی با سرعت لاک پشتی یه سری تغییرات اتفاق میفته. خب بعد تو اون فاصله لاک پشتی که اون مثلا ایراد شماره 13 رو خوب کنن، ایراد 14 15 اضافه میشه؟ ممکنه کلا باید این شکلی در واقع آداپته میشی با شرایط دیگه. میدونی شرایط کاریت اینه،
باید با همین مسائل کار کنی، باید تو همین شرایط کار کنی، تو همین اورژانسی که یه تهویه خوبم نداره، مثلا بودیم مثلا بعد آره مثلا تو فلان بیمارستان هستیم مثلا بیمارای داخلی هن، بیمارای بدی هن، مثلا پیرزن پیرمردایی که خیلی مشکلات مختلف دارن، مثلا یه دفعه اون وسط مثلا یه نفر مدفوع میکنه، کل بیمارستان بوی مدفوع میگیره. یعنی مثلا مؤسسات ما کشیک شب بودیم، مثلا ما کشیکای خیلی بدی داشتیم تو اینترنی، مثلا 36 ساعت کشیک بودیم، از مثلا صبح 6 صبح میرفتیم بیمارستان، کارامون شروع میشد تا فرداش ساعت 2 مثلا بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر، مثلا 36 ساعت. و مثلا شب مثلا 12 شب یه نفر مدفوع میکرد تو اورژانس، کلا تا صبح اونجا بوی مدفوع میداد، حالت به هم میخوره. و اصلا وضعیت مثلا چه میدونم حالا اون اتاقایی که میرفتیم برای رست و استراحت و اینا مثلا همه داغون، کلا حالا نمیدونم تا چند سالت بود که رفتی از ایران؟ من 17 سالم بود. اینجا یه 4-5 سال توی بیمارستان والنتیر کردم، و همین بیمارستان اینجا رو خیلی خوب باش آشنام که تو شیختی کار میکنه و شیختی مثلا بسیار دیگه الان مثلا پشمات بریزه. اینجا یه دفتر، یه کلاسور هست که مثلا توش اطلاعات بیمار رو نوشتین، چی شده، کی اومده، چه قرصی دادین، کاغذ اضافه میکنین توش، کلاسور دیگه، درسته؟ اینجا هر روز تمام کلاسورها رو میرن باز میکنن، یه دونه کلاسور نو میذارن، کاغذها رو ترانسفر میکنن تو کلاسور نو میبندن، کلاسور قدیمی رو میارن پاک میکنن هر روز. یعنی تا این لول تمیزه. میگه این کلاسور شاید دیروز مثلا یه دکتر اومد از یه اتاق دیگه دستش مثلا کثیف بوده، هر روز فقط اون کلاسور رو عوض میکنن دیگه. ببین تا تاش چه اتفاقایی که نمیافته. برام تو اینو گفتی برام خیلی عجیب شد. من تا حالا توی اون 5 سال تو بیمارستان بوی بد به دماغم نخورده. بعد تو اگه اینو گفتی اون مغزم ترکید. راست میگی اونجا مثلا که بری تو فاضلا بوی ان نیاد در واقع، چون بیمارستان جاییه که دارن باز میکنن و میپاشن و عفونت و کثافت و وریزی و دقیقاً. مثلا اون بیمارستان اونجا مثلا جایی بود که بیماری چون زخمای دیابتی می آوردن، بیماری که مثلا اکثرا خیلی کامپلیکه و پیر و فلان نبودن، مثلا کنترل ادرار مدفوع اینا نداشتن، یه دفعه مثلا ادرار کرد تخت بغلی مدفوع اصلا کلا حالا 17 سال خوب ایران بودی بالاخره با همین شرایط کنار بیای کار کنی. و یعنی ما خیلی کاری نیستیم، نه تصمیم گیرنده ایم، نه کاری از دستمون برمیاد و نه مثلا تأثیری نداره کلا حرفامون و اعتراضامون. چرا نه اشتباه فکر میکنیم؟ مثلا فرض کن اگه شما همه دکترها با هم پشت صحنه جمع میشدین از مثلا 20 تا بیمارستان، بعد یه نامه میفرستادین به ریاست اون بیمارستان هر چی که اسمش هست، میگفتین آقا ما اینا رو میخوایم، اینو میتونه توش مثلا باشه چاقوی نو یا میتونه باشه 10 تا آمبولانس، من کاری ندارم توش چی ریکوستی میدین، باید منطقی باشه دیگه. میدونین دو دکتر گاف که نیستین، چند تا دکتر نشستین میدونین شرایط چیه، میدونین چقدر چی خرج داره، میدونین سانکشن که از بیرون روی ایران هست، میفهمین یه چیزایی رو. میگین خیلی خوب با شعور ایرانی که داریم که اینجا میفهمیم داره دورمون چه اتفاقی میفته، مثلا ما میتونیم یه دریل جدید بگیریم، این فقط مثلا کمکاریه، یا ما باید حتما یه دریل بکاپ داشته باشیم که اگه وسط عملی اکار افتاد نگیم آقا یارو کی مرد شهرونده. کاملا درست، کاملا اینا رو درست. نه بعد همه با هم کویت کنین. اینشه که میگه آقا ما بهتون تا 30 وقت میدیم این اتفاقا بیفته، اگه نیفته ما دیگه نمیایم سر کار. و وقتی شما یهو 30 تا بیمارستان، حالا من نمیدونم چند ایران چه ریختیه، 30 تا دکتر با هم یهو نرین سر کار، یه ملت، یه شهر از کار میفته از نظر مهمترین و حساس‌ترین جاشون. بعد اونا صداشون در میاد، بعد دولت به خاطر اینکه دهن اونا رو ببنده یه چیزی شما میخوای بهش میده. این اتحاده تو ایران وجود نداره. انقدر که همه خودشون رو ضعیف میبینن میگن ما نمیتونیم کاری بکنیم، متاسفانه اون کسی هم که مسئوله مرام نداره که بگه اوکی من یه آدم باحال و چیل افتادن گیرم، هر گویی میخورم اینا غور نمیزنن، بذار حالا من یه خورده خوبی کنم. اونا اونوری میرن میگه اینا که گاو من کاری نمیکنم، ما حال اونو بکنیم.
میفهمی؟ آره. این خیلی بد شده. اون وقت اون یکی‌ها میگن خب اینا که ما میبینیم دارن ما رو مثل گاو نگاه میکنن، ما رو گاو میبینن، خب اصلا ما چرا زحمت بکشیم دیگه. من اینا یه همچین حالتی میبینم و هیچ کشوری هم توی مثل ایران ندیدم که از خودش بدش بیاد، از ایرانی بد بگه و خودشو بی قدرت بدونه. توی دنیا این همه مسافرت رفتم، این همه آدم متفاوت حرف زدم، هیچ کسی اصلا 30% هم مثلا نرسیدم مثلا به لول ایرانی که مثلا بگیم آقا یه خورده شبیه اینا باشه. نمیتونی باور کنی که چقدر خودزنی داریم. منم کل کانالم مثلا همین دیگه که آقا مثلا من تو که ویدیو همین چند وقت پیش گرفتم می‌کردم گفتم چرا نمیای ایران؟ گفتم چون به نظرم بدترین جای دنیاست. چون اونجا به دنیا اومدم دلیل کافی نیست برگردم. می‌فهمی چی میگم؟ من وقتی میام این صحنه رو میبینم، این داستان رو میشینم، تمام بدنم درد میگیره. اما الان مثلا با تو حرف میزنم تو چشم یه کوچولو اشک هست. میفهمیدم میگم که چرا یه دکتر باید خودشو بگاد تا برسه به اون جای بیمارستان خوبه، در صورتی که تو اینجا میخوای برسی به بیمارستان اولیه. بعد به محض اینکه میرسی به بیمارستان اولیه میگن که این خصاصه ببرینش فلان یکی بیمارستان، ولی چون گردنش اینجوریه نمیشه با اتوبوس ببریمش، ببرینش رو پشت بوم هلیکوپتر بگیم بیاد. میدونی مهمی تو کی باشی، فقط تو بیهوشی. مثلا نمیدونن این یارو دکتره، نمیدونن دربونه، اصلا اهمیت نداره. تمام زحمتشون رو میکنن. تو کافه زنگ میزنی میگه آقا من یه بابایی دیدم تو کوه گیر کرده بود، 2 ثانیه بعد هلیکوپتر داره میره اونجا، از پایین 20 نفر دارن با سگ میرن بالا، برای اینکه واسهشون مهمه. میگه هر آدم تاثیر داره، هر آدم. تو ایران اینجوریه، یه سریا بگن دیگه، امیدواریم اونا نباشیم ما. حالا شما جز اونا بودی که اون روز شانسش نبرد. میدونی خب خیلی نامردیه. نه درست میگی. دقیقا مشکل اینه که این اتحاد هیچ وقت وجود نداره. یعنی همیشه در حد نامه‌نگاری و فلان اینا بوده، ولی کار اونجا میرسه که مثلا میگیم هممون نیاییم بیمارستان، هممون فلان کنیم. معمولا همیشه اینجور مواقع یه چند عدد مخالف وجود دارن که کارو خراب میکنن و متاسفانه اینجا یه بار تو مدرسه که بودم تو ایران، سلاشخال گذاشتیم بالا سر در، توش آب ریختیم. تو ندیدی سلاشخال پسر رو، یه شاید کثیف‌ترین چیز رو کره زمینه. اصلا نمی‌تونی با یه توی صحنه‌ای می‌بینی نمی‌دونی اندواقه یا سیب. می‌فهمی؟ یعنی انقدر یه یارو جنس عوض کرد و کپک رو کپک، مثلا رو کپک نهمه، کپک نهمیه داره با کپک دهمیه می‌جنگه کی بگیره، بس نمی‌دونی چه اتفاقی داره میفته. خلاص ما اینو پر آب کردیم، سبز رنگم بود، گذاشتیمش بالای در. معلم در رو باز کرد، برگشت رو سرش. کلاس کامپیوتر هم بود، کلاسی بود که تو ایران وجود نداره. معلم مدرسه ما چون مثلا می‌خواست خیلی خفن باشه، فارابی، اومده بود کلاس کامپیوتر گذاشته بود برای ماها. معلمم همونجا رفت کویت کرد، گفت آقا گور پدر این بچه پولداره من نمیخوام این قیافه اینا رو ببینم. گذاشت رفت. مدیرم هم خیلی بهش برخورد که مثلا چقدر شماها بیشور و دهاتین، واقعا حقم داشت. و اومد گفتش که آقا میدونی چیه، شماها لغوین. پنجشنبه بود، گفت آقا مدرسه لغوه، من شنبه زنگ میزنم به آموزش پرورش میگم که کلاس مثلا 2-1 رو کنسل کردیم و مامانتون بگیم بیان شنبه پرونده هاتون رو بگیرن، بریم مدرسه جدید اسمتون رو بنویسین، اگر نمیتونین یه سال عقب میافتین. در و بست و رفت. آقا بچه‌ها زدن زیر گریه و اینا قاطی کردن. من بلند شدم گفتم آقا وایس، این مادر سگ زر میزنه، مگه شهر هرت 30 تا بچه بابا پولدار اینطوری کنه؟ بی‌ناموسش میکنن. 30 تا وکیل میفته دنبالش، شب میرن چاقو بهش میزنن. یارو جرأت اصلا چیکاری نداره. یعنی این کارو تو مدرسه دولتی نمیتونن بکنن. حالا تو مدرسه ما اگه میتونستن، هم تو مدرسه دولتی، تو مدرسه ما باز نمیتونستن، چون ماها باباها و آدمای گنده‌ان، اذیت میکنن، یارو میترسه. و اینو تو بچگی میفهمیدم. بعد بچه‌ها گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتم آقا شنبه هیچکی نمیاد مدرسه. بعد یادم میاد بچه‌ها گفت من نمیتونم، من مامانم تو دم در میاد. گفتم اوکی دم در وایسا تا مامانت بره. مامانت که رفت، ساعتو بنداز برو خیابون قدم بزن واسه 5 ساعت. بعد یکی دیگه گفتش که من اگه بابام بفهمه منو بی‌ناموس میکنه با کتک. بهش گفتم ترجیح میدی بابات بزننت یا من؟ این دقیقاً یادم حرفم به اون بود. گفتم ببین بابات یه جا دلش واسط میسوزه، من برات هیچ جا دلم نمیسوزه. بیای مدرسه من یه کاری میکنم که پشیمون شی از زنده بودن. شنبه صبح هیچ کسی نرفت مدرسه.
مدیر زنگ زد به خونه ما. منم تو همین تلفن داشتم، تلفن بی سیم سفید آهن نقره‌ای ازش میومد بیرون و صبح زنگ زد و گوشه برشتم ساعت مثلا 10 صبح. گوشه برشتم گفت منزل آقای اقتصادی. گفتم بله نیستن، چون بابام رفته بود بیرون. گفتش که نه ما با سهیل کار داریم. گفتم آقا خودمم. گفت یه دقیقه گوشی. بعد همون موقع مدیر تلفن رو برداشت گفتش که سهیل بچه‌ها کجان؟ گفتم من چه میدونم شما مثلا لغو کردی، احتمالاً دارن دنبال مدرسه جدید میگردن. گفت خودت لوس نکن بچه‌ها کجان؟ گفتم من چه میدونم چرا از من میپرسی؟ گفت من میدونم این کار توئه، کاری هم به کار ندارم، فقط بگو بچه‌ها همه پاشن میان مدرسه. گفتم خیلی خوب من باشون صحبت میکنم، ولی امروز که دیگه نمیتونیم بیام دیگه، الان امروز پخشیم، فردا من میرم مدرسه. فردا رفتیم مدرسه، هیچ حرفی دیگه راجع به این اتفاق نیفتاد، هیچ کی دیگه هیچ وقت راجعش حرف نزد. پنجشنبه هم کلاس آخرمون لغو بود دیگه، معلم نداشتیم، زود میرفتیم خونه، 12 میرفتیم خونه. کامپیوتر رو یاد نگیرین دیگه، اشکال نداره. اتحاد خیلی قدرت داره. اتحاد اصلا یه کاری میتونه بکنه که نمیتونی باور کنیم. ما بچهای 16 ساله و 14 ساله کردیم. مدیرمون که دکترا داشت از فرانسه رو کوبیدم زمین. آره نه واقعا اتحاد باشه که قطعا میشه. میگم همیشه همون یه سوال اقتصادی بود باشه به ملت بگه مثلا اگه از فلانی نزنتت من میزنم تو اینا دیگه، با تهدید اینا باید کار پیش بره. آره دیگه مثلا میگم بعضی موقع لازمه دیگه، چون به قول تو همه عقلشون نمیرسه. یا مثلا همون که از مامانش میترسید یا همون که باباش میترسید، خب میدونی خیلی دلیل منطقی داره که میگه من نمیتونم این کارو بکنم. 1% منو اخراج کنن، من مثلا 7 نفر رو دارم نون میدم، مامانم مریضه، بابام مریضه، داداشم مریضه، من نمیتونم ریسکش بکنم. ولی وقتی بفهمه که آقا همه با هم بیان بیرون، نمیتونن همه رو بندازن بیرون، که شهر به هم میریزه، شهردار میاد اونجا بالا میشه میگه آقا چه مسخره بازیه. یعنی حتی اگه رئیس بیمارستان بیاد بگه همتون اخراجین گوره پدرتون، 5 روز بعد شهردار میاد میگه آقا این گو خورد، خودت اخراجی، محمد شد رئیس بیمارستان جدید، شما همه بفرمایید. میدونی اتفاقی میفته اینطوریه. ولی مردم اون واقعا تو بیمارستان هم که ما بودیم کلی از کارهای بیمارستان یا بخش عمدهش واقعا گردن اینترن ها و رزیدنت ها بود. آره اینترن ها چون خودشون رزیدنت ها، یعنی اونایی که دانشجوی پزشکی عمومی هم مثل من الان و میخوام برن تخصص بگیرن، کل بار بیمارستان مسئولیت های بیمارستان همه چی رو دوش رزیدنت ها و مثلا اینترن ها بوده. واقعا نقش خیلی مهمی دارن. مثلا شب و نصف شب و فلان که مثلا استادا تو بیمارستان نیستن که اونا صبح میان ویزیت میکنن و حالا بررسی ها رو میکنن فلان میکنن و میرن. مثلا دانشجویان که میمونن تو بیمارستان دولتی و واقعا اگه نباشن اصلا هیچی پیش نمیره. ولی به خاطر همین عدم اتحاده واقعا دارن سواری میگیرن از بچه‌ها. واقعا اینجوریه. برای همینه که دیگه مثلا یکی مثل من اصلا به تخصص گرفتن فکر نمیکنه. میگم هر چقدر سواری دادیم بهشون تو همین 7 سال بس دیگه واقعا نمیخوام 4 سال دیگه هم به این روند ادامه بدم. دکتر حالا که رو خط داریمت فقط اینو من برای بچه بگم، آدم از سرما میخوره یا ویروس سرما میخوره؟ این آدم ویروس سرما میخوره. خب این چیز علمیش اینجوریه. من خودم دیدی بعضی چیزا انقدر مثلا دیگه تو ذهنمون جا افتاده از بچگی و فلان و حالا تا انگار تجربه برای خودمون شده، با اینکه مثلا علمشو داریم پزشکی نمیتونیم قبول کنیم. این داستان برای خود من حتی اینجوریه که مثلا بابا درست دادم از ویروس سرما میخوره، ویروس واسه سرما خورگی، ولی واقعا من هر وقت سردم شد داشتم میلرزیدم بعدش مریض شدم. چجوریه که این ویروس کوفتی مثلا اونجا تو اون سرمایه مثلا منو گرفت، چرا مثلا تو ظل آفتاب تابستون هیچ وقت منو نگرفته اون ویروسه؟ یعنی کلا هم این سرمایه که واسه که بدن سیستم ایمنیش نمیاد مثلا حالا شاید ضعیف‌تر شه، نمیدونم، شاید واسه اینه که واسه یه سری چیزا میگن که مثلا تو زمستونا معمولا در و پنجره بسته تره، محیطا بسته تره و اینا باعث میشه که تجمع ویروس بیشتر شه. منطقی انگار به نظر نمیاد که سرما تأثیری نداشته باشه، ولی از نظر علمیش اینجوریه. جز چیزایی که من خودم مثلا ته دلم اینجوریه که وای من سرما میخورم. مرسی. حالا یه سوال دیگه، دیدی بعضی موقع ناخن یه خط سفید میفته روش، اون دلیلش چیه؟ خط سفیده خیلی وقتا مثلا بخاطر کمبود سری ویتامین ها و مثلا املاح و فلان اینجور چیزا تو بدن، بعد مثلا این طرف آزمایش میده و مشکلی هم نداره از نظر ویتامین ها و اینا. خب این که چیزاییه که من تو
ایران که بودم همیشه میگفتم خاطر کمبود کلسیومه. حالا شما خود آره. عاقلانه‌ترش رو جواب دادی. ولی کاملا اشتباهه. وقتی دستت بخوره تو دیوار اون خطه میفته. برای همین معمولا این انگشتت داره یا دو تا انگشتت بغل هم دارن، چون الان هر کی دوست داره ناخناش اینطوری کنه محکم بکوب روی میز، بین 1 تا 4 تاش تا همه خط میفته، چون همیشه داره ناخن ساخته میشه. تو وقتی میزنی اون در واقع پرینتر اینکجت رو میزنی خراب میکنی یا کاغذ رو میکشی، بعد همیشه خطه میفته دیگه، نمیتونی کاری بکنی. این دلیلش اینه. داستان ناخن واقعی گفتی؟ هیچ ربطی به املاح و اینا نداره. ولی فکر نمی‌کنم دختر ضربه باشه. 100% مال ضربه است. چون من وقتی اینو فهمیدم حواسمو جمع کردم، دستمو به هیچ جا نذارم، الان شاید 15 سال خط نیافتاده. یعنی اون خطی که دختر ضربه میگی میفته، میگی که میمونه یه مدت طولانی؟ آره میفته، خط میفته تا در بیاد و بعد ناخن بگیری بیفته. دیدی خط سفید میفته زیر ناخونا، بعد میگن کلسیومت کمه. مال من میگفتن کلسیوم کمه. آره نه حالا کلسیوم که به نظری خیلی مشکلات مختلف داخلی میتونه بشه. من بعید میدونم دکتر ضربه باشه. ولی بازم خودم دوباره آیا نگاه کن، من اینو خیلی برام جالب بود و اون خط سفیده که کامل میفته، نه که مثلا ناخن قیافش عوض شه یا ناخن کم رنگ شه یا این سفیدی پایین از بین بره، همه اینا دلایل دیگه داره. ولی اون خط معروفه که میفته هم میگن او کلسیوم کمه، اون اصلا کلسیوم نداره، ضربه خورده. یکی دیگه که خیلی جالب بود مال ایران همه میگن دوباره، من فهمیدم مثلا هیچ ربطی نداره، چشت که صورتی میشه باد میکنه چون که بهت مثلا دست کثیف خورده، بعد میگن باید چای داغ بذاری. من اینجا من چشم اینجوری شد، رفتم دکتر گفتم که دکتر من چشم اینجوری شده فکر میکنم باید چای داغ بذارم. بعد که من نگه گفت بچی چایی؟ گفتم خب مگه چای خوبش نمیکنه؟ گفت نه اولاغ اون حرارته که خوبش میکنه، تو میتونی نوشابه رو داغ کنی، حالا اگه دوست داری چای باشه شور چای باشه، ولی ما میگیم با آب گرم بکن، چرا با چای بکنی؟ پک گرم. به همین چند روز چشم اینجوری شد، مامانم زنگ زده بود میگفت برو چای بمال به چشت، یعنی دیگه میگفت اصلا بیخیال داغی شو، میگفت یه تی بگ بذار تو آب، فقط این تی بگ رو بذار، یعنی فکر میکنه که چاییه که اینو خوب میکنه. چایی نیست، حرارته که اونو خوب میکنه. دیگه گفتم الان دکتر دارم جلوی دکتر اینا رو بگم که هر کسی میخواد مثلا هم سرماخوردگی هم چیزی اضافه داری میخوای بگی که دوست داری کسی بدونه، حالا راجع به هر داستانی بگو، اگر نه برنامه عالی بود. فکر می‌کنم اوکی. حالا در آینده اگر یه موضوعی خواستیم مثلا صحبت بکنیم که اصلا از قبل مشخص بکنیم راجع به یه موضوع خاص باشم اوکی، ولی برای امروز به نظرم کافی و خوب بود. نه خیلی خوب بود. اصلا من فکر می‌خواستم یه سمت دیگه بریم، بعد دیدم داستانی که دکتر داشتیم و دست میدادیم تو تصادف، خیلی داستان خیلی جالب بود اون. و بالاخره میدونی هر آدم کم آدم دسترسی داره ببینه زندگی دکتر چه ریختی پشت اتفاقایی میفته، دکتر چی میبینه، چون مثلا خیلی میان تو بیمارستان شاید به دکتر غر میزنن که چرا تو اینجایی درستش نمیکنی، میشنم میگه آقا ما خودمون رو نمیتونیم فلان بسا. خیلی آدم بالاخره یه خورده راحت تر میشه به نظر من. خود ما برسه مثلا این شکلی. در صورت خیلی خوشحال شدم، مرسی وقت گذاشتی. امیدوارم که زیادی بالا 18 نبود. نه خیلی خوب بود. خانم دکتر گفتش اگه میشه خود زیر 18 باشه، من گفتم که قبوله دیگه لول مؤدبی منو در این حد. فکر کنم ورژن مؤدب‌تر از این سوال اقتصادی نمیشه دیگه. حالا میسم که از اتاوا اومده بود اینجا میگفت تو چقدر با ادبی. میگفت مثلا من تو ویدیو دیدم فکر کنم الان که فقط فوش و اینو میدی، چقدر با ادبی تو کاراکتر یوتیوبت فوش میدی، تو واقعیت فوش نمیدی. بعد اون برعکسه، اون تو کاراکتر یوتیوبش خیلی مؤدبه، تو کاراکتر یوتیوبش اونقدر مؤدب نیست ها. بعد گفتم که نه راستش بخوای دلیلش اینه که به نظر من فوش جا داره. من وقتی تو یوتیوب دارم حرف میزنم با این نفر یه ساعت دارم بالا پایین میرم و دو سه جا میزنم به جایی که باید فوش بدم، ولی وقتی با تو رفتیم بیرون بغل پارک بشینیم داریم گل میزنیم و مثلا کباب میخوریم، به چی فوش بدم؟ به گل فوش بدم، به کباب فوش بدم، به منظره قشنگ فوش بدم، به روز چی فوش بدم؟ نشسته میگم نمیگم مثلا مادر این روز سرویس عجب، اینجا حرف نمیزنم مثلا میگم عجب روز خفنی، چقدر خوشحالم زندم،
مرسی دنیا که من به وجود اومدم به جای که برم تو مثلا دهن مامانم و از مدفوع بیام بیرون. میدونید خیلی خواهم دکتر دیگه من داره لولم میزنه به بالا 18 برای قطعش کنیم که شما آره ظرفیت چیزش داره تمام میشه. شما به داداشم هم گفتم که آره با سهیل قرار مثلا برنامه داشته باشیم اینا، میگه اون خیلی بیادبه. حتی بیادبه تو یوتیوب بود. نه مثلا یه چیز کلا مثلا مدلی حواسش باشه. خیلی اتفاق زیاد میفته کسایی که میان پای تلفن اولش قشنگ داره میلرزه، یعنی تو لحظه آخر می‌خواستم بگه نمیام، بعد میگه من اصلا فکر نمی‌کنم اینقدر تو نرمال باشی و مثلا به من بگی شما و گفتم آره من که وحشی که نیستم آقا، من آدمیم که همه طرفو دارم، هم میتونم با کلاس باشم، هم میتونم تو ته فاضلاب بزرگ شده باشم، دو طرفشو میتونم برات انجام بدم. آره کسی خواست بیاد تو اینترویو با من بکنیم حتما بیا، خیال راحت. خیلی ترسیم. آره ببین دیگه تو ایران دکتر اگه میگه قبول کن دیگه، با شوهر و کار تو ایران دیگه، اگه ایشون اوکی دیگه فکر نمی‌کنم من بخوام کسی رو اذیت کنم. دمتون گرم، روز و شب خوبی داشته باشین. چاکس. اقتصادی